یک مرد رو تصور کن. رابطه ای داشته، ماه‌ها، شاید سالها. و یک روز همه چیز به نقطه پایانی میرسه. او ظاهراً آرومه، میگه حالم خوبه، کار میکنه، میخنده، حتی شاید وانمود میکنه سختی جدایی رو نمیفهمه. اما این فقط مرحله اوله. وقتی شب میرسه، وقتی صداها ساکت میشن، وقتی دیگه پیامی نمیاد، ذهنش آروم آروم صدات میکنه. اینجاست که میفهمه چیزی رو از دست داده که جایگاهش امن بود. چرا مردها دیرتر پشیمون میشن؟ روانشناس‌ها میگن زنان در جدایی احساسات رو تجربه میکنن، اما مردها احساسات رو سرکوب میکنن. و همین فرق کوچک باعث یک الگوی بزرگ میشه. شوک تأخیری مردانه. زن شاید هفته‌های اول سختی بکشه، اما مرد تازه بعد از چند هفته یا چند ماه وارد درک واقعی میشه. ذهنش شروع میکنه به سوال: آیا کار درستی کردم؟ چرا هنوز یادش نمیره؟ چرا شب و آرامش ندارم؟ 5 دلیل اصلی برگشت مردها. 1. تنهایی نه در شلوغی، در سکوت. مردها در جمع حواسشون پرت میشه، اما شب بزرگترین ضربه همونجاست. 2. پشیمانی تأخیری. مردها غالباً در عصبانیت جدا میشن، اما در آرامش میفهمن تصمیمشون احساسی بوده. 3. مقایسه ناخودآگاه. مردها بعد از جدایی نادانسته با همه مقایسه میکنن. لحن تو، مهربانیات، آرامشت، و یهو میفهمه که خیلی چیزها رو دست کم گرفته بود. 4. دیدن تغییرات تو. اگه آروم شدی، قوی شدی، اگه پخته تر شدی، این برای ذهن یک مرد مثل یک آلارم بزرگه. نکنه من اشتباه کردم. 5. دلتنگی برای چیزهای کوچک. مردها برای چیزهای خیلی ریز دلتنگ میشن. خندهات، پیامهای صبحگاهیت، حضور آرومت، چیزهایی که خیال میکرد همیشه برای او هست. نشانه های مردی که بر میگرده. اگه این رفتارها رو داره، احتمال برگشت زیاده. پیامهای مبهم می نویسه مثل امیدوارم حالت خوب باشه. لایک و بازدیدهای بی دلیل. سوال کردن از دوستان مشترک. و مهمتر از همه، نزدیک شدن بدون جرأت نزدیک شدن. اینها نشانه‌های ذهنیه که هنوز رها نکرده. آیا باید فرصت دوباره داد؟ یک قاعده طلایی وجود داره. اگه دلیل رفتنش حل نشده، دلیل برگشتش هم پایدار نخواهد بود. به خودت بگو: آیا رشد کرده؟ آیا واقعاً فهمیده چی رو از دست داده؟ آیا مسئولیت پذیر شده؟ در نهایت، مردها دیرتر از زنان میفهمن چه چیزی برای قلبشون ارزشمند بوده. بعضیها بر میگردن، بعضیها نه. اما تو اگه این ویدیو رو میبینی، یعنی داری رشد میکنی، داری خودتو میشناسی، داری آرومتر میشی. گاهی برگشت یک مرد نشانه عشق واقعیه و گاهی نشانه تنهایی. این تویی که تصمیم میگیری قلبت رو به کی بسپاری. مراقب دلت باش.